سلام آقا، احوال شما؟ من خیلی وقته که اینجوری هم که میخوام بیام جلوی دوربین و دوباره فعالیتم رو شروع کنم توی چنل یوتیوب، ولی اینجوری هم که با چه محتوایی میخوای برگردی. چون زمانی که من 6-7 ماه پیش از 6-7 ماه پیش که فعالیتم شروع شد، نه 6-7 ماه پیش که فعالیتم قطع شد، به خاطر این بود که من گوشیم از دست دادم. بعد از اون من دانشجو بودم، زمانی که شروع کرده بودم ولاگ میذاشتم. وقتی دانشجو بودم خب تو خونه دانشجویی، دانشگاه این ور خیلی اتفاقات باحالی میافتاد که وقتی من دانشگاه میرفتم خب خیلی سوژه‌های مختلفی بود که میتونستم ازشون ویدیو بگیرم. ولی بعد از اون من برگشتم خونه و عملا دیگه تو خونه بودم و هیچ چیز جالبی نبود که ویدیو بگیرم، بخاطر اینکه خیلی هم از خونه بیرون نمیرفتم، همش توی خونه بودم و اینجوری بودم که گوشی هم نداشتم. این خیلی مهمه. ولی چند وقتی است که توی فکرمه که دوباره برگردم، چون گوشیم درست شده، ولی نمیدونم با چه محتوایی برگردم. این ویدیو رو صرفا به خاطر این گرفتم که به کمالگرایی غلبه کنم. البته کمالگرایی نیست، بدونید تنبلیه. شاید کمالگراییه، چون همش دارم فکر می‌کنم که چه موضوعی، چیکار کنم، کجا برم، هش می‌نویسم و اینجوری هم که شروع کن، فقط شروع کن و بعد بقیه چیزا دستت میاد. یعنی اون شروع کردن خیلی سخته، مثلا بعد یه وقفه. و الان اینجا که دوباره این کارا رو شروع کنم، در گیج ترین حالت ممکنم، ولی میخوام شروع کنم. این مدت که نبودم چیکار کردم؟ کارهای مختلفی امتحان کردم ولی هیچ کدومش اون چیزی که من میخواستم نبود و همه اینا باعث شدن که من کار خودم شروع کنم. برای با یه هزینه، کمترین هزینه، من کار خودم رو استارت دادم. یه خورده حالا فضای اتاقم که شبیه کارگاه شده رو بهتون نشون بدم. بریم ببینیم. اینا یه سری از کارهایی که واسه حفظیم درست کرده بودم و یه سری کار دیگه که توی صف لابن و منتظرن که لاب بخورن. یه سریش هم لاب خوردن، نمیدونم، ولی نشون خواهم داد کلا در حین کار. اینا رو هم اگه براتون جالب باشه حتما نشون میدم توی ویدیوها. و این ست خوشگل اولین کاری بود که بعد دانشگاه زدم، همون در ادامه ست حفظین که خیلی باحال شده واقعا. اینام که هنوز توی صف کورن و همین. اومدم 2 تا از کتابایی که خیلی دوستشون دارم و بهتون معرفی کنم. اولین کتاب یوسف علنگانی که با من دویدن از بیژن نجیه 10 تا داستان کوتاه داره که هر 10 تا موضوع کلی هر 10 تا داستان درباره مرگه، ولی هر کدومش به یک شکل شاعرانه عجیب و غریبی تعریف شده، توصیف شده. خیلی شعر این کتاب، یعنی اصلا یه سری ترکیبات، اصلا واژه‌هایی که استفاده کرده خیلی دوستش داشتم. اینکه خیلی غم انگیزه اما خیلی دوستش دارم و یکی از محبوب ترین کتابایی که خوندم تا حالا، یوسف علنگانی که با من دویدن. کتاب بعدی از قیصریه تا اورنج کانتی، حمید رضا صدر. خب من حمید رضا صدر کلا یکی از شخصیت‌های محبوب من بود و هست. هم خودم هم پدرم کلا عاشق حمید رضا صدر بودیم. بعد مرگش جز اون دست مرگ هایی برای من که آدم نمیخواد بپذیره، نمیخواد قبول کنه که مثلا همچین آدمی دیگه بین ما نیست. خیلی این کتابو دوست دارم. خیلی یه جا نوشته بود یه مواجهه صادقانه با مرگ رو داره روایت میکنه و واقعا همینه. که اول کتاب نوشته که برای دخترم غزاله خانوم که میدانم بسیار از صفحات این کتاب رو پاره خواهد کرد. یعنی این رابطه پدر دختری هم خیلی برای من عزیز و مقدسه و 10-20 صفحه آخر غزاله صدر نوشته و من تمام این صفحات رو با اشک خوندم.
که یک آدم داره میبینه پدرش داره از دست میره و خیلی خیلی کتاب غم انگیزیه، ولی نمیدونم بهت زندگی کردن یاد میده. از قیتای تورنشکانتی کتابیه که خیلی دوستش دارم با همه غمی که توی خودش داره، ولی جزء کتابای محبوب منه. اینم از این. دیگه چیکار کنم توی این ویدیو به عنوان ویدیو اول؟ واقعا نمیدونم. کتاب معرفی کردم، از کارهایی که کردم گفتم. دیگه چی مرسی که ویدیو رو دیدید. این ویدیو واقعا هولکی ترین ویدیویی که گرفتم. بر همین چهره خسته و بدون آرایش منو به زیبایی خودتون ببخشید. تو ویدیوهای بعدی میبینمتون. بای.